بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. محمد آقا. بله، حال شما خوب آقای انصاری؟ زنده باشید، سلامت باشید. ما فکر کردیم شما با ما قهر کردید آقا محمد. نه دیگه، ما که به هر حال قهر نکردیم، ولی شما قهر کردید که ما 2 دقیقه صحبت کنیم، 3 دقیقه صحبت کنیم. والا این درخواست بینندگان بود، چون که میدیدن که هر هفته یعنی دقایق زیادی ضایع میشه و مطالبی مطرح میشه که در آخر به هیچ نتیجه نمیرسیم آقا محمد. یعنی هدف از گفتگو و مناظره اگر رسیدن به حق نباشه، انسان هیچ وقت به نتیجه نمیرسه و هدف از بحث و گفتگو باید رسیدن. من به خدا در اینجا به این نیت میام که شاید من اشتباهاتی داشته باشم و عزیزانی مثل شما تماس بگیرن و گفتگو بکنیم، شاید که حق در نزد شما باشه و انسان حقجو باید حق رو قبول بکنه ولو این که از دشمنش باشه. بفرمایید، من در خدمت شما هستم. شما 2 دقیقه نه 3 دقیقه میتونید صحبت بکنید. ببینید آقای انصاری، به حضور شما هستم که این آقا که فرمودن که همه پیامبران به اصطلاح جشن می‌گرفتن روز قدیر و این صحبت ها از حضرت آدم و حضرت نوح و حضرت اینا اصل جریان رو لطف میکنه. این که یه مطلبیه که قابل به صورت اصلا صحبتش هم نمیشه کرد، چون جایی نقل نشده، صحبتی هم نیست. این چیزای ماورد طبیعی هست. اینا به صورت بیان این مطلب اصل جریان رو عوض میکنه. یعنی اینا که پخش کردید فکر میکنم که به هر حال یه چیزایی تو نظرتون هست که این خلاصه یه چیز ضعیف رو مطرح میکنید که یه چیز قوی رو از بین ببرید. اینه که شما سوره مائده آیه 67 اونجا که میگن یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اونجا خود حضرت رسول الله اینجا به اصطلاح تا خدا بهشون میفرماید که والله یعصمک من الناس، شما ابلاغ کن که پروردگار تو را از به اصطلاح از گزند مردم حفظ میکنه. خود حضرت رسول الله اونجا اغماض داشتن، یه خودی دلهوره داشتن، هول داشتن، ترس داشتن. با پشتوانه حضرت رسول الله اون ابلاغ انجام دادن و امیرالمومنین رو نصب کردن به عنوان امامت جانشین خودشون. حالا اونجا خود حضرت رسول الله حزن و اندوه داشتن و ترس داشتن که مثلا حضرت آدم بیاد این کارو بکنه. بر صورت اینا من خواستم بگم، من شما را به مناظره دعوت میکنم در همین آیه. اگر شما راضی هستید یک بحث کلی خوبی هم هست. ما یه موقع هفته دیگه شما برای من اعلام کنید، شماره من زنگ بزنم سر فرصت اعلام بکنید، یا 20 دقیقه نیم ساعت بحث کنید، 2-3 دقیقه شما 2-3 دقیقه ما رو همین آیه که شما موضوع برنامه‌تون هم هست. بله آقا محمد، ما با مناظره هیچ مشکلی نداریم. شما بارها دیدید که ما اینجا 1.5 ساعت هم 2 ساعت هم صحبت کردیم، کل وقت برنامه رو اختصاص دادیم به مناظره و بحث و گفتگو. فقط ما شرط ما اینه که آقا محمد بزرگوار، شما به عنوان نماینده دین تشیع اگر میخواید با ما مناظره بکنید، ما باید بدونیم که شما در چه سطحی از علم و سواد قرار دارید، تا اینکه نشه خدای نکرده من بیام مطلبی رو از یکی از کتاب‌های معتبر شما که در نزد همه علما و فقها و استوانه‌های مذهب تشیع کتاب معتبری است، روایت معتبری است، شما یکی بیاید بگید که آقا من این روایت رو قبول ندارم. این که شما قبول دارید یا قبول ندارید، در اینجا در ذهن هر بیننده این سوال ایجاد میشه که شما کی هستید؟ به طور مثال من علی شریفی، من حدود 3 سال تقریبا این کشت خودشو، من باش مناظره نکردم. چرا نکردم؟ نه اینکه من از این میترسیدم یا موضوع دیگری باشه، به خاطر اینکه یک انسان مجهول الهویه، من
بیام با کسی مناظره بکنم که فردا بگن خب یک انسان عادی بود، یک لوله کشی بود، باش مناظره کرد، خب حالا شکستم که خود یعنی چی کار کرده. میومد با آیت الله مناظره میکرد. بعد از اینکه آقای قزوینی ایشون رو به عنوان نماینده خودشون تعیین کرد و اینو رسما در تلویزیون ولایت اعلان کرد، من حاضر شدم که با ایشون گفتگو بکنم. من اسمشو مناظرم نمیذارم چون ایشون اصلا در شأن من نبود که بیاد با من مناظره بکنه. و دیدید که بعد از تاییدیه‌ای هم که از آقای قزوینی داشت نتونست از یک دروغ ایشون دفاع بکنه. به خاطر همین شما اگر لطف بکنید مدارکتون رو، سطح سوادتون رو که من بدونم شما در چه سطحی هستید برای ما بفرستید و ابشر بالخیر به قول عربا. روی دو چشم ما هم میتونیم اینجا اصلا 3 ساعت برنامه رو من اختصاص میدم در قضیه امامت و شما 1.5 ساعت شما صحبت بکنید، 1.5 ساعت من صحبت میکنم یا هر طوری که دوست دارید وقت رو تقسیم میکنیم. آقای انصاری درود شما، از شما لطف میکنید. شما برنامه در طول برنامه با انواع و اقسام مختلف تکرار در حال جریان هستید و با اینا صحبت میفرمایید. ما هم که میگیم، ما حالا از نظر اینکه کسی ما را تایید کنه میدونید، حالا ما تقریبا شناخته شده هستیم. حالا شبکه‌های مختلف، حالا مثلا از رفقا خودتون هم با ما مناظره میکنن. من اگر بخوام بگم که یه علمایی من رو تایید بکنه که این کارا نمیکنن، چون اینا الان میگن بعضی چیزای اینایی که سر به اصطلاح خود تبلیغات دستشون هست و به اصطلاح شبکه دارن و اینا، اصلا ما میدونیم یک سال خورده اصلا ما به عنوان یه آدمی که وهابی است و فلان و بیسار و اینا خلاصه راهو نمیدن. ما کار به اونا نداریم. من خودم مدرکی که دارم مدرک به اصطلاح فنی مهندسی هستش. من نمیگم که عالم آخوند هستم یا مثلا درس حوزوی خوندم، ولی تحقیق کردم. مطمئن باشید که شما اگر بتونید در حال من قانع کنید یه قسط بزرگی را در حال قانع کردید. بله. آقا محمد بزرگوار، در این صورت من نمیتونم به شما وقت بیشتر از 3 دقیقه اختصاص بدم و بگم که شما بیایید به عنوان یک نماینده یک مذهب با من مناظره بکنید. همینطوری به عنوان یک بیننده زنگ بزنید، هر مطلبی رو دوست دارید مطرح بکنید، من جوابشو میدم. همین الان شما مثلا در مورد شما که میگید 3 دقیقه، شما که میفرمایید آقای انصاری 3 دقیقه، من شما الان بینندهاتون همه 3 دقیقه‌ای ان واقعا یا فقط من هستم؟ نه، کسایی که جر و بحث میکنن شما از همه بیننده ها ببینید، شما از همه بیننده ها اظهار نظر خواستید داره شما گفتن یا چند نفر زنگ زدن یا اونا که واقعا به هر حال مالک شبکه هستن، کمک مالی میکنن، حق هم دارن، چون به هر حال ما یه مطالبی میگیم که خلافه این همه شما تبلیغ میکنید، ما یه چیزی نه آقا محمد کسانی که به شبکه کمک مالی میکنن عموم اهل سنت هستن و هیچ حقی در تعیین تکلیف برای ما ندارن و ما این رو ثابت کردیم. من شخص خودم به عنوان مسئول این شبکه، هیچ بنی بشری حق نداره که به من بگه این رو بگو این رو نگو. ما کاملا آزادیم در سیاستمون، در برنامه ریزیمون، در برنامه هامون. هیچ کس بالای ما به اندازه 1% هم حق نداره که به ما چیز خط و نشان بکشه. در این مورد خواهشاً صحبت نکنید. منتها در قضیه بحث و گفتگو آقا محمد بزرگوار، در قضیه بحث و گفتگو بارها شده شما نیم ساعت 25 دقیقه تا 40 دقیقه با من بحث و گفتگو کردید، منتها یعنی ما به یک نتیجه نرسیدیم. بیننده ها خسته شدن. دلیل از قرآن بیارم قبول نمی‌کنه. آقا انصاری این یک ادعا است. به نتیجه کاملا رسیدیم. من کاملا حرفای شما رو با منطق و دلیل رد کردم. شما نتونستید جواب منو بدید. من هر چی گفتم شما جواب منو ندادید. از مسئله انحراف تحریف قرآن بگیرید شما بیاد دیگه 100 تا سر هر دفعه که من با شما صحبت کردم شما کم آوردید. این بحثی توش نیست. اینم آقا محمد همه گفتگوهای من با شما در برنامه گفتگو روزانه داره در شبکه پخش میکنه، چه گفتگوهایی که با شما بوده چه با دیگران در برنامه گفتگو داره پخش میشه و عزیزانی هم که دوست دارن ببینن برن در صفحه یوتیوب ما، در یوتیوب شبکه جانی وصال حق، در بخش گفتگو صحبت‌های من رو با آقا محمد ببینن، خودشون قضاوت بکنن. همین الان آقا محمد بزرگوار شما الان امروز که دیگه ما زیاد وقت شما رو گرفتیم. باشه تشکر از شما. خداحافظی می‌کنیم. تشکر از شما. امروز که ما خداحافظی می‌کنیم. شما هفته آینده به ما وقت بدید 20 دقیقه با ما در رابطه با همین آیه 67
صحبت دوستانه بکنیم. مناظره آقا محمد الان من 1 دقیقه دیگه 2 دقیقه دیگه به شما وقت میدم. البته بعد از این صحبت من شما صحبت بکنید. 2 دقیقه دیگه وقت میدم. شما این تناقضتون در همین چند دقیقه‌ای که صحبت کردید، من یک تناقض شما رو اینجا برای بینندگان آشکار بکنم. شما میفرمایید که آیه 67 سوره مائده که بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس، این به خطاب به پیامبر بود که ای پیامبر تو امامت رو ابلاغ بکن در غدیر خم که اگر ابلاغ نکردی رسالتت رو انجام ندادی. و شما یک توهین هم کردید به پیامبر صلی الله علیه و سلم که ایشون ترس و دلهره داشت، به خاطر همین الله سبحانه و تعالی این آیه رو نازل کرد. پیامبری که در مکه ترس و دلهره نداشت، طبق روایت های خودتون، کتاب های خودتون، در روز به اصطلاح یوم الدار در مکه دست علی رو برد بالا، گفت که این علی وزیری و خلیفتی من بعدی. این روایت کتاب های شماست. در اونجا دست علی رو بالا برد و اعلان کرد که علی خلیفه و وزیر بعد از خودش هست. در اونجا پیامبر چند نفر داشت؟ خدیجه بود، علی بود، ابوبکر بود، غلامش بود زید. غیر از اون کسی دیگری رو پیامبر صلی الله علیه و سلم نداشت. شمشیر نداشت، لشکر نداشت. در روز غدیر خم که بیش از 100,000 صحابه به قول شما در حالی که این دروغ بزرگی است با پیامبر بودن در غدیر خم، در اون روز ترسید. این یک تناقض است. پیامبری که در یوم الدار در مکه ابلاغ امامت و خلافت و وصایت رو کرده بود، چه نیازی داشت که بیاد دوباره در غدیر خم این کار رو بکنه؟ ثانیاً سوال دیگر من از جناب شما اینه که پیامبر ترسید، الله سبحانه و تعالی گفت نترس، این رو ابلاغ بکن. پیامبر ابلاغ کرد. بعد از پیامبر علی این وظیفه رو انجام نداد، رفت گوشه خونه نشست، به اون امامت و وصایتی که بعد از پیامبر بهش سپرده شده بود عمل نکرد. از همه بدتر این که همین امامت رو، همین حکومت رو، همین خلافت رو امام حسن به معاویه بخشید. از همه بدتر این که از ترس کشته شدن حضرت مهدی فرار کرد، امت رو تنها گذاشت رفت. این رو جواب بدید. در 2 دقیقه خدمت شما هستم، بفرمایید. ببینید آقای انصاری، دوست شما از کنم اون که شما فرمودید در حدیث یوم الدار، این که در کتابای خودتون هم نقل شده، در تاریخ طبری هم نقل شده، این که این جریان اتفاق افتاد. اون روز پیامبر به عنوان اعلام خبر اعلام کردن که هر کس که شما ایمان بیاورد در از من جانشین من. خیلی خنده‌داره محمد جان، آقا محمد بزرگوار، خیلی خنده‌داره اعلان خبر. نه یک لحظه این نه، وقتتون رو قطع میکنم همینجا، وقت دوباره به شما میدم. شما میفرمایید که اعلان خبر بود، مگه غدیر خم چی بود؟ اعلان منصب بود؟ همونم اعلان خبر بود. بفرمایید. میگه در غدیر خم اعلان خبر بود، ولی به همراه با عمل، با نصب. این لم تفعل، اگر این کار را نکنی. اونجا کاری نبود، اونجا اعلام خبر بود، ولی اینجا کار باید انجام میدادن. اگر این کار را انجام ندی بلغت فما بلغت رسالته، یعنی این کار را باید انجام بدی. کار چی بود؟ نصب بود. یعنی یه وقتی که بالا گفت آقا جون، هر که من بر اون مولا هستم، هر که من بر اون اشراف دارم، در اون با اون برنامه ها، حضرت علی هم در واقع این مسئله دارن. حالا شما اجازه بدید، این که فرمودید که در صورت پیغمبر ترسید، از جان خودش نمی‌ترسید. پیغمبر از این که واهمه داشت، از این که کاری که میخواد بکنه مورد مخالفت مثلا فرض کنید که اصحاب قرار بگیره یا نگیره. در جاهای مختلف این مخالفت‌ها شده بود. در تقسیم غنایم شما خیلی دارید که به پیغمبر فرمودن که چرا این بس عوض نکنید، قضیه امامت است، تقسیم غنایم نیست، بس امامت است. نه، من میخوام بگم دلهره‌ای که از همین مردم داشت همین بود. دلهره از همین مردم داشتن که وقتی که علنا با پیامبر مخالفت میکنن، در صلح حدیبیه علنا با حضرت رسول الله مخالفت شد. تو همین بخاری نوشته یک نفر به حرف حضرت رسول الله گوش ندادن. 3 نفر حضرت رسول الله بعد از جریان صلح حدیبیه گفتن که آقا ریشاتون رو سراتون بتراشید، ذبحتون رو بکنید. تو خود بخاری آقای محمد بحث رو عوض نکن. قضیه صلح حدیبیه نافرمانی پیامبر نبود. چرا دارید دروغ به خورد مردم میدید؟ نافرمانی پیامبر نبود. کی گفته نافرمانی پیامبر بود؟
بالاخره وقتی که پیامبر میگه آقا جون ضعفتون رو بکنید برمیگردید. چرا نکردن؟ چرا نکردن؟ چرا نکردن؟ گوش نکردن. چرا نکردن؟ حضرت رسول الله رفتن در خانه. چرا نکردن؟ اجازه بدید، حضرت رسول الله رفتن در خانه که اون حدیث بخاریه. دارن یکی از همسران حضرت رسول الله گفتن که شما مردم که عمل نکردن خودتون برید این کارا بکنید. آفرین. حضرت رسول الله رفتن سرشون رو دراز دیدن، ذبح کردن. بعد دوباره اصحاب وقتی دیدن که پیامبر کار کردن اومدن. حالا من اینو آفرین اینو کامل بگید، اینطوری بگید. به خاطر اینا بود. آقای محمد، من همینجا قطع میکنم شما رو. بله. گوش کنید. قضیه صلح حدیبیه، شما از این شاخه به این شاخه نپرید. ببینید الله سبحانه و تعالی به پیامبر بزرگوارش بارها در قرآن کریم گفته که ای پیامبر تو باید ابلاغ بکنی، تو باید پیام الله را برسونی. پیامبر در مکه از همه، شما سوال منو جواب ندادید، از همه مکه نه لشکر داشت نه صحابه زیادی داشت، 3-4 نفر، 2 زن، دخترش فاطمه و خدیجه، غلامش زید و علی که یک پسر بچه بود و ابوبکر صدیق که یک مستضعفی بود، نه قوه‌ای داشت، نه سلاحی داشت، نه قبیله بزرگی داشت که ازش دفاع بکنه. در اینجا پیامبر نترسید، رسالتش رو ابلاغ کرد که بالاتر از امامت بود و امامت را یوم الدار به قول شما ابلاغ کرد. از اهل مکه نترسید. چطور اومد در غدیر خم ترسید و دلهره داشت؟ این توهینه، این اهانته. الذين يبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا غیره. این در قرآن گفته کسانی که رسالت الله را میرسانند فقط از الله میترسند، غیر از الله از کسی دیگه نمیترسند. این یک توهینی است که خمینی در کتابش کرده، کلینی در کتابش کرده، مجلسی در کتابش کرده. همه علمای شما این توهین را به پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم کرده که ایشون در ابلاغ امامت ترس داشت. این توهینه، این اهانته. شما الان در همین چند دقیقه که من دارم با شما صحبت میکنم 3-4 تناقض و تضاد و مطالب جور و جور در صحبت‌های شما هست. بعد ادعا میکنید که آقای انصاری ببینید من اصلا چیز نکردم. این خود آیه قرآن مشخصه. اینجا خدا پروردگار آخر عمر حضرت رسول الله که میگن ابلاغ کن. بله. اگر ابلاغ تمام آیین بود اول عمر پیامبر میگفت، اول بعثت میگفتن، نه آخر بعثت. این که 2 ماه بعد از این حضرت رسول الله فوت فرمودن. این آخر رسالت خب نشد. مسئله به این مهمی شما ادعا میکنید که امامت بود، پیامبر این همه به شدت باش برخورد کرد. حضرت علی چرا رفت سکوت کرد؟ چرا؟ پیامبر جانش رو به خطر انداخت. پیامبر جانش رو به خطر انداخت، رفت ابلاغ کرد. حضرت علی چرا 25 سال در خانه نشست؟ این امامت الهی رو چرا به دست نگرفت؟ مگر خداوند نگفته بود که والله یعصمک من الناس؟ آقای انصاری شما مناسب ما این آیه 67 صحبت کنیم، اون یه وقت همین آیه است، در صمیم همین آیه است. آقای انصاری شما در جواب بدید. آقای انصاری اینو جواب بدید. این بلغت رسالت او، این رسالتی که میگه اگر شما اعلام نکنی رسالتت اصلا کامل نیست، در آخر عمر حضرت رسول الله چه معنی میده؟ این رسالت چی بوده؟ این بوده که مثلا ابلاغ کنه به اهل کتاب، قل یا ایها الکتاب لستم علی شیء، اینو باید اعلام بکنه. نه خیر، این آیه در این آیه که شما میفرمایید، آیه‌ای که الیوم اکملت لکم دینکم که بعد از این آیه ادعا میکنید که نازل شد، بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در عرفه اومدن و در خطبه عرفه همه نصایح خودشون رو کردن که حتی صحابه به پیامبر فرمودن که یا رسول الله انگار این آخرین خطبه ای است که برای ما میگی. چشمهاشون اشکبار شد، صحابه ناراحت شدن، از جمله حضرت ابوبکر صدیق که در روایت بخاری و مسلم هست که ایشون وقتی که این حرفا را از پیامبر شنیدن گفتن این خطبه وداع است و حجت الوداع هم که به همین اسم نامگذاری شده. بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم نصایحشون رو کردن، آنچه که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ابلاغ شده بود همه رو به مردم گفتن، بعد از اون الله سبحانه و تعالی الیوم اکملت لکم دینکم را نازل کرد. این ربطی به امامت شما نداره. یعنی شما زمانی در روز قدیر همه اینا رو دوباره ابلاغ کردن حضرت رسول الله؟ تشکر میکنم از شما. حرف دیگری برای گفتن دارید؟ شما روز قدیر آقای محمد حرف دیگری
20 دقیقه از پشت خط هستید. شما حرفایی که زدید کاملا اشتباه بود. داره که در تشکر از شما. بینندگان خودشون قضاوت میکنن که حرف کی اشتباه بود. من به خاطر همین نمیخوام با انسانهای مجهول بحث بکنم آقا محمد، که شما نه علم در دین خودتون دارید، نه از آیات قرآن اطلاع دارید، اصلا مفهوم رسالت رو شما نفهمیدید. توهین به پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم، پیامبر ترس داشت. صحابه میگن که ما در روز جنگ به پیامبر صلی الله علیه و سلم پناه میبردیم، ایشون در خط مقدم جبهه بودن. پیامبری که از همه اهل مکه نترسید، از کی میخواست بترسه در روز غدیر خم؟ مگر علی باش نبود؟ مگر علی در غدیر خم حضور نداشت؟ مگر علی شیر خدا نبود؟ مگر علی به تنهایی دره خیبر رو فتح نکرد؟ روایات ما میگه خودتون ادعا میکنید. مگر علی کسی نبود که میگفت اگر لگدمو بلند بکنم از مدینه میزنم معاویه رو تختش تو دمشق؟ خب این علی در کنار پیامبر بود. پیامبر کی میخواست بترسه؟ پیامبری که اومد بت‌ها رو خراب کرد نترسید، مکه رو فتح کرد نترسید، ابو جهل و امیه و عتبه و شیبه رو کشت نترسید، پیامبری که با همه اعلان جنگ کرد نترسید، پیامبری که آیات سوره براءت رو ابلاغ کرد، گفت که بعد از 4 ماه دیگه یک نفر مشرک هم حق نداره که در جزیره العرب بگرده، نترسید. از کی میخواست بترسه در اونجا؟ این فکر اشتباه شما برگرفته شده از افکار زنادقه‌ای هست که در مذهب شما وجود دارن. از جمله آخرین شما خدمتتون میگم که خمینی، آخرینش خمینی است که این شخص توهین میکنه به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و میگه که ایشون ترسید. ببینید دوستان، این کشف الاسرار خمینی است. میگه ما در اوائل این گفتار ثابت کردیم که پیغمبر از این که امام را با اسم و رسم در قرآن ذکر کند میترسید که مبادا پس از خودش قرآن را دست بزنن. داره دروغ میگه، در حالی که ما ثابت کردیم که بارها گفتن. کلینی در کتابش میگه، کافی میگه که اسم علی در قرآن بوده و به صراحت اسم علی ذکر شده بوده، اما صحابه تحریف کردن. یا خمینی دروغ میگه یا کلینی دروغ میگه، یا خمینی دروغ میگه یا مجلسی دروغ میگه، یکی از این دوتا دروغ میگن، در حالی که هر دوتاشون دارن دروغ میگن. میگه که یا اختلاف بین مسلمان ها شدید شود، به یک سر کار اسلام تمام شود. پیامبر در مکه 4 نفر بودن، 4 نفر در مکه، نترسید کار اسلام یک سره بشه. 120,000 صحابی بودن در اون زمان وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم حجۃ الوداع رو انجام دادن. در اون موقع پیامبر ترسید؟ الا لعنت الله علی الکاذبین. لعنت خدا بر کسانی که توهین میکنن به پیامبر بزرگوار اسلام که پیامبر ترسید. یا اختلاف بین مسلمان ها شدید شود، به یک سر کار اسلام تمام شود. و اینجا گواهی از قرآن میآوریم که در اظهار امامت با اسم و رسم محافظه کاری میکرد و از منافقان ترس داشت. پیامبر محافظه کار بود، پیامبر علیه بالله ترسو بود. تصور کنید این اسلوب و روش خمینی است با پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. ببینید در کتاب دیگه کشف الاسرار در اینجا چی میگه؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا و واضح بان النبی لو کان قد بلغ بامر الامامه. اگر پیامبر میگه اونطوری که باید شاید امر امامت رو ابلاغ میکرد، اونطوری که الله سبحانه و تعالی امر کرده بود، و بذل المساعی فی هذا المجال، اگر که کوشش میکرد در این راه، لما تثبت فی البلدان الاسلامی کل هذه الاختلافات، میگه این تنشب فی بلدان الاسلامی کل هذه الاختلافات، میگه این همه اختلافات در کشورهای اسلامی پیدا نمیشد، بل مشاهنات و درگیری ها و المعارک و جنگ ها. و میگه که ولما ظهرت ثمة الخلافات فی اصول الدین و فروعی، میگه اگر پیامبر اونطوری که باید و شاید امامت رو ابلاغ میکرد و در این راه کوشش میکرد، این همه اختلافات در کشورهای اسلامی پیدا نمیشد. شما تصور بکنید، این رو خمینی در کتابش میگه. پیامبر رو متهم میکنه که کوتاهی کرده، پیامبر رو متهم میکنه که ترسو بوده، پیامبر رو متهم میکنه که محافظه کار بوده. یعنی من تعجب میکنم چگونه ما پیامبری که در راه دین زخمی شد، در راه دین شکنجه شد، در راه دین بدترین توهین ها و اهانت ها رو از کفار شنید و اومدن در مکه گفتن ای محمد تو چی میخوای؟
پول میخوای پول بهت میدیم، ثروت میخوای ثروت بهت میدیم، پادشاهی میخوای تو رو پادشاه خودم تعیین میکنیم، هر چی میخوای بهت میدیم، زن میخوای زیباترین دختر مکه رو بهت میدیم، اما خواهشاً از این دعوت دست بردار. گفت که اگر آفتاب را در این دستم و مهتاب را در این دستم قرار بدهید، به اندازه یک سر سوزنم از دعوت عقب نشینی نمیکنم. بعدن در مسئله امامت ترسید. بعد میگه که نه، اونجا در یوم الدار این قضیه به اصطلاح خبر بود و مردم رو با خبر میکرد و در اینجا عمل بود. دروغ میگید. در غدیر خو هم عمل نشد، نه پیامبر عمل کرد به قول شما و نه بعد از پیامبر کسی بهش عمل کرد و نه تا روز قیامت کسی به این کار عمل کرده. اصلا این چیزی که پیامبر به خاطرش این همه شدیداً توبیخ شده و ترسیده و لرزیده و محافظه کاری کرده اصلا نشد. کی امام شد از امامان 12 گانه شما؟ کدومشون تونستن به حکومت برسن؟ کدومشون تونستن مردم راهنمایی بکنن به راه راست؟ هیچ کدومشون نتونستن. پس عملا این امامتی که شما ادعا میکنید اصلا وجود نداره، اصلا وجود نداشت، اصلا به وجود نیومد. پیامبر رو الله سبحانه و تعالی میگه که والله یعصمک من الناس، الله تو رو از مردم حفظ میکنه. پیامبری که ابلاغ میکرد امامت رو حفظ کرد، خود امامو چرا حفظ نکرد؟ خود امامو چرا بعد از پیامبر به عنوان امام تعیین نکرد؟ الله سبحانه و تعالی یک چیزی رو بخواد کن فیکون، تمام شد قضیه. محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو خواست پیامبر بشه، شد. هر چی در راهش اومدن منافقین و مشرکین و کفار بر علیه جنگیدن، پیامبر موفق شد دینش رو برسونه. امروز مسلمانان بیش از 1.5 میلیارد مسلمان در سراسر دنیا شاهد است که پیامبر صلی الله علیه و سلم ابلاغ رسالتش رو کرده. اما این امامتی که این همه شدت در موردش برخورد شده با رسول الله صلی الله علیه و سلم چی شد؟ بعد از پیامبر چی شد این امامت؟ کجا رفت؟ پیامبر جانش رو کف دستش گذاشت، امامت رو ابلاغ کرد و جناب امام زمان شما به خاطر اینکه شکمش پاره نشه، کشته نشه، ترسید، فرار کرد، رفت. از ترس کشته شدن. تعجب میکنم از این تناقضات در دین. بعد میاد ادعا میکنه که بله من با شما صحبت کردم و شما کم آوردید. دوستان برید در یوتیوب شبکه در بخش گفتگو صحبت‌های منو با این آقا ببینید که کی کم آورده. یکی از سوالات، یکی از مطالبی که من جواب ندادم یا برای شما شبهه هنوزم ایجاد شده، شما در برنامه بعدی زنگ بزنید، من پاسخ شما رو خواهم داد. اما سوال بکنید، جواب بشنوید، نه اینکه شبهه پراکنی بکنید. ببینید چطور میان شبهه در بین مردم پخش میکنن. در حدیبیه صحابه نافرمانی، در حدیبیه اوج فرمانبرداری صحابه رو این روایت نشون میده. صحابه برای حج اومدن، برای عمره اومدن. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته که شما میرید عمره میکنید، همه لباس احرام پوشیدن. اتفاقنامه صلح امضا شد، گفتن که همینجا حلق و قصر بکنید، موهاتون رو بتراشین، برمیگردیم مدینه، سال آینده میایم. سخت بود برای صحابه‌ای که لباس احرام پوشیده بودن و اومده بودن که عمره بکنن، بعد از سالها اشتیاق سرزمینشون، وطنشون، بیت الله رو میخواستن ببینن، براشون سخت بود. چیکار کردن؟ صبر کردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که برید حلق و قصر بکنید، هیچ کس این کارو نکرد. این از نافرمانی نبود، این از اوج ایمان و محبت صحابه به الله و رسولش بود که شاید اینجا یک امر دیگری صورت بگیره، شاید پیامبر صلی الله علیه و سلم بگن که خب میریم عمره میکنیم، شاید خداوند یک گشایش دیگری رو ایجاد بکنه. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به خیمه خودشون برگشتن، ناراحت و عصبانی بودن. ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمود یا رسول الله چی شده؟ گفتن که من بهشون میگم حلق و قصر بکنید، اینا نمیکنن. ام سلمه چی میگه؟ یا رسول الله شما برید حلق و قصر بکنید اول، بعد ببینید که اینا چیکار میکنن. الله اکبر، سبحان الله. بیش از چند 10,000 صحابه در حدیبیه هستن تا رسول الله صلی الله علیه و سلم در اونجا میان حلق و قصر میکنن به خاطر متابعت، شدت متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم. صحابه در همین روایت بخاری میگه که به اندازه‌ای با شدت و با سرعت موهای سر همدیگر رو میتراشیدن که سر همدیگر رو زخمی کرده بودن، خون از سرشون جاری بود. ببینید متابعت رو. پیامبر تا میاد سرشو میتراشه، همه صحابه بدون استثناء، نشون بدید که یکی تخلف کرده باشه از اونجا. این چطور میان قضیه رو به عنوان یک شبهه مطرح میکنن تا مردم رو فریب بدن؟ این قضیه حدیبیه اوج فرمانبرداری صحابه رو نشون میده از رسول الله صلی الله علیه و سلم. و اینا میگن که نه، صحابه مخالفت پیامبر میکردن.
ثانیاً چرا نمیگید که در حدیبیه الله سبحانه و تعالی آیه نازل میکنه در مورد همین صحابه، در مورد همین کسانی که در حدیبیه بودن؟ لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. این در کجا نازل شده؟ در همین حدیبیه نازل شده. خدا از اونها راضی شد. اینا چی میگن؟ اینا تو دلاشون نفاق بوده صحابه، اون موقع خدا ازشون راضی شد، اما خداوند در ادامه آیه جوابشون داد و علم ما فی قلوبهم. الله خبر داشت که در قلب‌های اینا چی است. اگر در قلب‌هایشان نفاق میبود از اونها راضی نمیشد.